مای موویز تقدیم می‌کند. سال جدید چین در سراسر جهان جشن گرفته میشه. ما هم قرار شاهد رژی کارناوال بهاری در میدان ترافلگار لندن باشیم. شادی و خوشحالی خیلی زیادی تو فضا پخش شده. بالاخره از غارش خزید بیرون. حرکت شجاعانه‌ای برای یه ترسوه. تا حالا کجا بودی؟ دیر کردی. سال نو مبارک. همچنین. اینا چی هن؟ کادو. به خاطر اینا دیر کردی؟ خیلی دلت خوشه. اینم بگیر. وایسا نمیتونم جمعش کنم. کادوی من کو؟ همینی که با پا انداختمش بالا. لپه خراب نشه. تو گاف صندوق میذارمش. گام شو ببینم. خودت گام شو. اومد بالاخره. یه دستی برسون. یکی اینا رو بگیره. اینجا سال خوبی داشته باشی. خیلی خوش اومدین. ممنون. بیا بغلم. چقدر کادو آوردی؟ جیا هوا بیا بغلم. سلام. این مرد جوان با داماد من همکاره. آدم خوشخلق و درستکاریه. همینطور بچه خیلی جوان خوب و مؤدبیه. بادو اگه بوس بده. دخترم تماس گرفته. سلام بابا، سال نو مبارک. هی فریدا، سال نو تو هم مبارک. هنوز گلوس گرفته؟ حالم خوبه. به نصیحتت گوش دادم و سیگارو گذاشتم کنار. کجایی الان؟ من تو آفریقام. ببین. تو آفریقایی؟ داری میبینی؟ باید خیلی مراقب باشی. ببینم با دوستت رفتی؟ ندارم که. فریدا، میوی اینجاست. بابا. میخوای باهاش صحبت کنی؟ چی شد؟ صدا تو ندارم. فریدا سال نو مبارک. آنتن ندارم. فریدا ای بابا چی شد؟ جمعه بریم دیگه. باشه. آنتن ضعیفه. آره مثل همیشه. تا من میام حرف بزنم از من دوری میکنه. تا کی میخواد به این وضع ادامه بده؟ امکان نداره. سخت نگیر دیگه. بیا بیرون زود باش. حرکت کن. آقا و خانم کین دزدیده شدن. با پلیس تماس گرفتین؟ بله زنگ زدیم. جشن سال نو چینی برگزار شده. هزاران شرکت کننده داشته. همه جاده ها بسته شدن. طول میکشه که پلیس جواب بده. کین کجاست؟ دارن میبرنش ولی هنوز تو محله چینی هست. ونگاردامون توی منطقه هستن؟ 2 ونگارد فعال در نزدیکشن. همین الان برای نجات کین بفرستشون. بله قربان. یک 2 3 ببین عمو برای چی خریده؟ این کی هست بابا جون؟ کاپیتان چینه. درست مثل پدرت. بابای من کاپیتان چینه. پسر خوب. یه بوس به بابا بده. مشتریای ویژمون رو دزدیدن. درخواست ارسال فوری نیرو. حدود 400 متری موقعیت فعلی تونن. هوشیار باشین. دریافت شد. مامان باید بریم. چی شده؟ ماموریته. یهوه با عمت خوش بگذرون. بریم. بشین. عصر خیر آقای کین.
شما کی هستی؟ تو موقعیت پدر عمر رو با آمریکایی‌ها دادی مگه نه؟ نه من نمیدونستم پدرش کجاست. عمر هنوز زنده است؟ پول پدر عمر پیش توه؟ نه نمیدونم. این یارو شوهرته؟ بله. خواهش میکنم به همسرم صدمه نزن. خواهش میکنم بذار توضیح بدم. اون به این ماجرا ربطی نداره. میدونی از دست دادن عزیزا چه حسی داره؟ منو کجا میبری؟ آقای نه کین؟ پول به هم بگو. ما تو موقعیتیم. اسلحه تو آوردی؟ معلومه که نه، تو استراحتم. تو چی؟ البته پیش اوناست. پوششم بده. کجا؟ اینجا بسته. بستی؟ آره. من رئیسم. هی وایسا اینا. من برادرشم. برا مهم نیست. سلاح نداره. پخش میشی. باشه. بکشش. نه خواهش میکنم. من میدونم پول کجاست. خوبه؟ پولو برام بیار. منم به تو و همسرت صدمه نمیزنم. سلام. امروز تعطیله. رفیق دنبالت میگشت. فرار کن. با من بیا. بگیرینش. بریم. برو داخل. زود باش. بیا. برو داخل.
نوی لعنتی. کایخان کجایی؟ دارم گوشت خوک سرخ میکنم. یه مأمور امنیتیه. که اینو تحویل من بده. منم میذارم بری. این فقط یه شغله. چرا زندگی تو براش به خطر میندازی؟ برای اینکه اینقدر کار کنی پول کافی نمیدن. تو کی هستی؟ بپر. از طرف ونگاردام. شریک نکن، زنده میخوایمش. برو. بریم. میا کجایی؟ تا 30 ثانیه دیگه میرسم. بیا این طرف. زود باش. جان زود باشی. سوار شو. شلیک نکن. حالا چطور؟ اون صدمه دیده. تو خوبی؟ لعنتی. تماشاخانه تقدیم می‌کند ونگارد. گروهی که کینو گرفته بودن از طرف گرگای قطبی هن. رهبرشون برو توه. برای پول هر کاری میکنن. خیلی خوب. چرا دنبال شمان؟ یه شریک تجاری به اسم مسیم داشتم. با فروش نفت و عتیقجات براش یه فرصت خوب ایجاد کردم. بعدش تازه فهمیدم گروه برادران انتقام و رهبری میکنه. سعی کردم ازشون خارج شم ولی خیلی دیر شده بود. مسیم مجبورم کرد براش برای خرید سلاح کشتار جمعی سرمایه جمع کنم. وگرنه منو میکشه. همینطور خانواده‌مو. بعدش به پلیس لندن درباره مسیم خبر دادم. 7 ماه پیش مسیم توی عملیات نظامی کشته شد. پسر بزرگش عمر زنده موند. یعنی عمر گرگای قطبی فرستاده؟ بله. اگه دستشون به من نرسه میرن سراغ دخترم. میتونی کسی رو بفرستی که برش گردونه؟ الان کجاست؟ تو آفریقاست. ببینم چی کار میشه کرد. ممنونم. رئیس برو تو. بردنش. ببینم کی بردتش. به خودشون میگم ونگارد. ونگارد دیگه چیه؟ ونگارد شرکت بین المللی خصوصی امنیتیه. بیشترشون ارتشیای بازنشسته یا مامورای امنیتی هستند. خدماتشون شامل حمل و نقل آبی و محافظت از اشخاصه. کافیه. کین یه دختر داره. بیارش پیش من. اونم از هر صورتی که توش قایم شده میاد بیرون. باشه؟ بله قربان. قربان، اطلاعات کین توسط پلیس لندن تایید شد. خوبه.
دختر تنهایی رفته تا از حیات وحش آفریقا محافظت بکنه و زندگیشو برای رسوایی شکارچی‌های غیرقانونی به خطر بندازه. بین حافظای منابع طبیعی و حیات وحش از فعالاست. در آفریقا 30,000 فیل هر سال توسط شکارچی سلاخی میشه. براش احترام زیادی قائلم. این فیلمش یه ساعت پیش آپلود شده. حدود 400,000 تا بازدید خورده. حالا دشمنای بیشتری داریم. باید زودتر پیداش کنیم. حالا دلیلی داریم که باور کنیم گروه داوطلبان شکار غیرقانونی توسط مردی به نام تاندا رهبری میشن. قاتل مریضی مثل اون باید زندانی بشه. جنازه‌شو میخوام. تاندا چه خبرها دوست من؟ خوشحالم میبینمت. شبیه یه ابر ستاره شدی. 400,000 تا بازدید توی یه ساعت. بد نیست برادر. خفه شو. این دختره را پیداش میکنم و میکشمش. ما هم دنبالش میگردیم. بذار رئیسم بهت معرفی کنم. رئیس این تانداست، بهترین شکارچی تو کل آفریقا. میتونی دختره رو پیدا کنی؟ این دختره یه بچه فضوله. گفته که 119 تا حیوان کشتم. دستم که بهش برسه راندش میکنم 120 تا. تو حیوان شکار میکنی من آدم. فرقش اینه که من شکارم و زنده میخوام. اینم یه پیش پرداخت. پرداخت اصلی و بعد شکار میگیری تاندا. بریم شکار کنیم. بریم شکار. چارلی بیا اینجا. چارلی وزنتو ننداز رو من. هی دختره اونجاست. جوما اونا کیان؟ من چه میدونم. تو فریدایی؟ بله خودمم. اینجا یه شیره، برید آقا. چارلی وایسا. ای بابا. هی اون شیره واقعی نه؟ همینجا وایسا. تکون نخور. آروم باش. پدرت ما رو فرستاده که بیایم ببریمت. اومدن تو رو بدزدن. بیا سوار شو. لی برو بیارش. چارلی برو عقب. قربان شیره ها زدن. منتظر چی هستی؟ از چی ترسیدی؟ اون یه شیره نره. یه مادم کنارشه. وایسا چارلی. دختره اونجا. دیدمش. بیارش. دختره کو اونجا. همشون غیر فریدا بکشید. لعنت. باز من گردان. پشت من بیا. دختره رو بیار. حق این دختره رو میذارم کف دستم. کار میکنی؟ زنده میخوایمش. چی؟ پوششت میدم، برو بگیرش. حالا هرچی. سوار شو.
همشا پایین. چارلی کمکم کن چارلی. چارلی کمک. بیا ببینم. کمکم کن چارلی. چارلی دیگه کیه؟ اگه اونو بگو عجله کنه. همین الان باهاش فرار کن. برو بالا. سوار شو. این نه. وای وای وای. تاندا بیا کمک. زود باش. کمکم کن. چارلی من در رفتم. چارلی برو از اینجا دور شو. چارلی یواش ول کن. بهم گوش نمیده. تکون نخورین. چرا گوش نمیدین؟ خواهش میکنم ندوین. خودتونه بزنید به مردن. من مردم. چی؟ زود باش بریم. سوارش زود باش. برو بچم. گاز بده. نمیخوام جایزم از دستم بره. فرار کرد. بهترین شکارچی. بمیر بابا. حتی نمیتونی یه زن رو بگیری. من بهترینم چون صبورم. حتی کفتارم ارزش صبر کردنم میدونه. ساعتا و حتی روزا برای گرفتن شکارش منتظر میمونه. پول ندادم تو درباره کفتار منو موعظه کنی. اون شان صبور داده. بیارش پیش من وگرنه تو میشی شکارم. بگو چی اون روبروه؟ فقط یه جنگله. دنبالم بیا. تفنگو برای چی استفاده میکنی؟ گرفتن فیلا. چی؟ جمعه تو حالت خوبه؟ تو چی؟ از پسش برمیام. یانکو موقعیت چیه؟ ردلیو زدیم. 20 کیلومتر داخل جنگله. میره سمت جنوب غرب. ماشینا نمیتونن از جنگل رد بشن. مراقب باشین. نه. هی میام ببرشون بیمارستان. باشه. مراقب باشین. قربان. باید ببرشون بیمارستان. اینجا چی کار میکنی؟ جاناتان میتونه رانندگی کنه. من باهات میام. خیلی خب بریم. از لندن تماس گرفتن. لطفاً بگین. دریافت شد. ردلیو زدیم. مختصاتمون میگن که با فریدا تو پناهگاه قفسی هن. علائم جسمش طبیعی هن. دریافت شد. ادامه میدیم. باید تا قبل طلوع برسیم اونجا.
بیدار شدی؟ این چه نوع پرنده ایه؟ نگاه کن. باشه، مرغ بهشتیه. این پرنده ها در طول عمرشون دنبال شادی آزادی هن. وقتی همراهشون رو میبینن با هم میرقصن. مردم قبایل از پرشون برای آرایستگی ظاهرشون استفاده میکنن. قرن 19 هم تو اروپا براشون جایزه گذاشته بودن، ولی الان به خاطر شکار زیاد خیلی کمیاب شدن. هم با شیرا دوستی، هم پرنده‌ای عجیب غریب. روح آزادی داری، قلبت هم مهربونه. حتما با کسی هم نبودی. من فکر میکنم تو نبودی. هی، از کجا میشه گفت؟ جدی داری میگی؟ زودتر، سریعتر برید. برید زود باشم. باید از اینجا بریم. حتما. مستقیم برو، 100 متر جلوتر. نزار فرار کنه. 2 تا ماشین ناشناس دارن میرن سمت لیز. 3 دقیقه فاصله دارن. باشه، دریافت شد. برید پیداشون کنی. همشون افتادن. بریم. بخواب. رئیس بپر بالا. بیا این طرف. دارن میان، زود باش. گاز بده. اگه مردیم باشی. گاز بده بچم. لعنتی. زف بچسبا. برو تو. جتسکی برو نزدیکش. دفعه آخر شانس آورد، دوباره اتفاق نمیافتم. تیراندازی نداریم، زنده میخوامش. برو بگیرش. برو سریعتر. نزدیکتر. برو نزدیک. بیا پایین. بیا پایین گوگلی مگولی. بیا پایین. بیا بلش خدا لعنتت کنه. آی. برو نزدیکتر. برو
طاقت بیار میا. برو. رئیس کمکم کن، کمک. میا. سوار شدی؟ آماده باش، بپر. چرا داد میزنی؟ صداتو نمیشنوم. اینجا! ما اینجاییم! کینگولی مالک یه سری از دارایی‌های برادران انتقامه. میگی ونگارد هیچ کسی رو جا نمیذاره. پس با دقت بهم گوش کنید. کینگولی رو به ما تحویل بدین. منم میذارم آدمتون بره. اگه این تحویل موفق نباشه گردنشونو میزنم. من خودم رو برای آزادی دخترم و همکارتون تحویل میدم. نه مجبور نیستی، خطرناکه. باید راه دیگه هم باشه. من چیزیم نمیشه، باور کن. میشه خصوصی صحبت کنیم؟ البته. یکم بهمون زمان بده، چیزی نمیشه. داری چی رو پنهان میکنی؟ تنها کسی هم که میدونه دارایی‌های مسیم کجاست. باید با عمر مذاکره کنم. آقای تانک، اگر از این پول برای خرید اسلحه بیشتر استفاده کنن زندگی‌های زیادی گرفته میشه. محافظت از بیگناه‌ها وظیفه ماست آقای کین. ممنونم. دست دادن راه همه شیاطینه. 1 2 3 4 5. سلام شما. حالا چطوره؟ چطوری مرد کوچک؟ بابا این برای توه. پسر عزیزم. چی شد اومدی اینجا؟ میخواست بهت کادو بده. ها؟ کادو؟ چرا برای من کادو آوردی؟ چون که امروز روز تولدته. بابایی امروز غافلگیر کردی. ما هنوز منتظر یه لحظه صبر کنین بریم. باشه بریم. ببینم این کیه؟ جنگ برای تو کاپیتان چینی، مثل یه قهرمانی. واقعا؟ با هم چی میگفتین؟ درباره کاپیتان چین. این که بابا قوی ترینه، خیلی فوق‌العاده است. آره بزن قدش. ولی این خیلی از من قوی تره. بابای قوی ترینه. بوس بده به بابا. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. ممنون رئیس، از همتون ممنونم. یا آرزو میکنم این کلی سالم برگرده. بابا حق نداره.
حالا کیکو تقسیم کنیم. باشه. حالا یه بچه پاندا برایت. بگو ممنونم رئیس. ممنونم رئیس. به من بگو داداش. داداش. آها درسته. ایشون هم بگو عمه. به کی گفتی عمه؟ آبجی خیلی هم خوبه. آبجی پسر خوب. با آبجی بریم بیرون. بابایی هم برگرده سر کار. آره برو با عمه بازی کن. انقدر بچه رو گمراه نکن. خب لی 5 ساله که با ونگارده، درسته؟ 5 سال و 3 ماه و 28 روز قربان. این عملیات چالش برانگیزه. از اونجایی که تو هنوز داری درمان میشی، چرا نیروی پشتیبانی وای نمیستی؟ چی میخواین بگین قربان؟ پسرت اینو کشیده؟ بله. خیلی قشنگه. نمیدونم چجوری میخواد تموم بشه. جیاهوا مادرش رو از دست داده. باید برای مراقبت ازش بریم. ولی من میخوام کاری کنم بهم افتخار کنه. شما رئیس مایی، نیازی نیست بری. من وظیفه دارم گروهمو برگردونم. خوبه؟ پس با هم میریم. یوه؟ فکر کنم باید چند تا از اینا سفارش بدیم. قشنگه. خوشگله. واقعا؟ برای تو آبو. ممنونم. جیاد بالا 50,000 نفر جمعیت داره. 2,000 تاشون مبارزای عمرن. از اون منطقه به عنوان محوطه تمرین استفاده میکنن. به خاطر اینکه اونجا رو تصاحب کردن. دولت هم نمیتونه اونجا رو پس بگیره. قبل اینکه وارد شیم اطلاعات بیشتری میخوای. کسی ها اونجا داری؟ بله، یه منبع داری. روش کار میکنن. خوبه. قرار وارد منطقه ناشناسی بشیم. باید از هر خطری مطلع باشیم. شما بهترین سربازان هستید. انسان و قابل اعتماد، وفادار و با ارزش. برای هدفمون، برای برادرانمون باید به همه سختی ها غلبه کنیم. ما پیروز برمیگردیم. پیروز برمیگردیم. پیروز برمیگردیم. ما موفق میشیم. موفق میشیم. موفق میشیم. بریم. حرکت. حرکت. جیاد بالا قدمتی 1000 ساله داره. خانه عتیق جات زیادیه. وقتی گروه برادران شهر رو گرفتن، آثار باستانی رو فرو بردن. مواد قاچاق کردن و برای خودشون اسم و رسمی ساختن. محلی‌ها رو به گروگان گرفتن. اگه دولت اقدام به حمله می‌کرد، شهر رو یه شبه نابود می‌کرد. میتونیم به دوست کالاسو اعتماد کنیم؟ بهمون کمک میکنه؟ آباتی بهترین راهنمای اینجاست. پسرش توسط قاچاقچی‌های مواد کشته شد. این گروگانه، فریدا. لی هم یکی از ماست. نمیتونیم رهاشون کنیم. میدونی نجات دادن کسی که برات مهمه چه حسی داره؟ میتونم به تو و خانوادت کمک کنم که زندگی جدید یا جای دیگه شروع کنین. فقط به کمکتون نیاز دارم که ما رو وارد قلعه‌شون کنین. فقط میتونم اونو وارد کنم. بقیه تیم باید از راهی که محافظ نداره وارد شن. چرا محافظی نداشته باشه؟ راهش سخته. چجوری میخوای فرار کنی؟
یه نقشه داریم، ولی به کمکت نیاز داریم. باز کن محمد، آباتیم. این نزدیکترین راهیه که میتونم برسونمت به قلعه. دیگه باید برم. محمد برای من کار میکنه. مواظبت باشه. رنگ مخصوص جنگه. خودیا نمیزننم. این دوتا خودروی ضد گلوله برای عمر طراحی شدن به طور ویژه. یعنی واقعا ما رو میکشن. نمیخوام تو جوانیم بمیرم. کف دست راستتو نشونم بده. نگران نباش، زنده میمونی. چطور مگه؟ خط عمر طولانی داری. این چیه؟ نگران نباش، ونگارد برای نجاتمون میاد. آخه چی جوری؟ خبرهای خوبی برات دارم. پدرت داره میاد. رئیس تو هم همینطور. ببریدش بیرون. شما چی میخوای؟ دارین کجا میبرینش؟ میگم کجا میبرینش؟ دوباره راهمون به هم دیگه رسید. اول که دخل یه نفر از ما رو آوردی. الان دیگه من گیرت آوردم. هر کسی نمیتونه با ما تصفیه کنه. رئیسم چیز خاصی رو درونت میبینه. با ما کار کنی توی سال از کل عمرت اونجا کار کردن دستمزد بیشتری گیرت میاد. ما با هم فرق داریم. هر دومون برای پول خودمون رو به خطر میندازیم. هوشیار باش. ضعفتو بدون. کارایی که میکنی و کارایی که نمیکنی. درباره یه چی حرف میزنی؟ نمیفهمم. هیچ وقت تو خواستهات غرق نشو. خودت رو بشناس. بدون چی کار باید بکنی. چی کار نباید بکنی. زبون ما رو یاد گرفتی ولی رسوممون رو نه. این که زبونمون رو میدونی دلیل نمیشه حرفمو بفهمیم. رئیسی میگه که اشتباه بزرگی کردی. ببرینش. یه جلیقه انتحاری تنلی کردن. زمان سنجم داره. ونگارد قول داده که کینو در ازای گروگانا بیاره، ولی بهشون اعتماد ندارم. برای آزاد کردنشون اقدام میکنن. از زمانی که قلعمون ساخته شده کسی نفوذ نکرده.
جنگجوهامون از بچگیشون تعلیم میبینن. با این وجود باید مراقب باشیم. نیروی امنیتی رو بیشتر کن. هر کیو دیدی بزن. رئیس نقشه چیه؟ معامله برقراره. پول آماده کردی؟ بله. زمان و محل جابجایی؟ بهت اطلاع میدم. سلام علیکم. سلام علیکم. از اینا میخورید؟ ممنونم. برو. لعنتی! با اینکه مسکمو زدم ولی بازم اینجا بوی گند میده. دیگه نمیتونم. برو. این ماسکا جلوی بورو نمیگیرن. خیلی بومیاد. خیلی. تو ساعت 12 4 مرد مسلح میرن سمت شمال. ساعت 3 یه مرد مسلح نگهبانی میده. در بخش جنوبی هیچ مشکلی نیست. کار همیشگی یا بکن. داریم وارد میشیم. همه چیز طبیعیه. طبق نقشه پخش بشین. دریافت شد. باشه. فردا میبرمت پیش عمر. لطفاً چراغا رو خاموش کن. حتما. بمب کار گذاشتم. بریم. رد لیو روی سقف زدیم. 2 تا تک تیرانداز تو موقعیت ساعت 12 شب. اونا اینجا.
چند تا اردک چینی رو پرپر کنیم. من تو موقعیتم. بهتره دیگه بری. باشه. تکون نخور. من رئیس ونگاردم. مبادله رو انجام بدید. طوری حرف میزنی انگار اونی که رئیس تویی، ولی تو اینجا رئیس نیستی. آقای کین، چیزی که میخواستم و برام آوردین؟ هدف رو به دام انداختیم. کارشون رو تموم میکنیم. این آشغالا چی هن؟ فهرست دارایی پدرته که دست من بود. خیلیشون رو به طلا تبدیل کرده، ولی یه جای امن مخفیشون کرده. میتونم ببرمت اونجا. بهت قول میدم. فریدا ولی آزاد کن. نه تا وقتی که دارایی رو نگیرم. مای موویز تقدیم میکنم. شنیدم ونگارد هیچ کس رو رها نمیکنه. میخوام ببینم درسته یا نه. من سریع خداحافظی میکنم. آقای کین، زمان دخترت تموم شده. نه وایسا، سرشو ببر. چی شد؟ دست نگهدار. قفسه سینه‌تو ببین. سلاحتو بنداز. به همه هم بگو اسلحه‌شونو بندازن. هیچ کس صدمه نمیبینه. همگی سلاحاتون رو بندازین. رومین گوجه‌ای. همه دروازه ها رو ببندین. فرار کنین. کایت خوان، وقت نداریم. اول به حساب جلیقه نگران من نشو. برو. خفه شو دیگه. خیلی داغ زیر کار. هر کدومو ببرم منفجر میشه. فقط برو. میتونم با یخ زدن باتریشو از کار بندازم. حالا بریم سراغ مینا. کایت خوان، کار نمیتونی بکنی. تو یه پسر داری، باید زنده بمونی. فقط برو. فرار کن. تا تو برداری مینا میپرن بالا و تو هوا منفجر میشن. تا 14 متریش همه رو به کشتن میده. جمپینگ، من باشد میام.
شالونگ اول تو برو. باشه. با شماره 3 بپر. 1 2 3 بپر. حالا بریم. اونجا بذارش دیگه. به فریدا کمک کن. بریم. پشت سر من بیا. برو. نمیتونم تیر بخورم. خب منم نمیتونم. بیای دورا اینجا. بیا. مرسی. برو. حرکت کن. تکون نخور. بگیرش. بکشش بیرون. یالا بیاید برید نمونید اینجا. زود باشید. بیاید برید زود باشید. خدایا کمکمون کن. زود باشید. همه اینجا برید. هر کدوم سر جای شما خوبین؟ خوبیم. بریم. آباتی و محمد تو راهن که بیان دنبال شما. از این طرف. زودتر. یالنگ پوششم بده. برید. حرکت کن. بگیرش. بیارش. طاقت بیار نجاتت میدم. بیا دیگه. برو. زود سوار شو. برو تو. تو برو. من پوشش میدم. شد. زود باش سوار شو. برو. RPG. های خاد. نمیتونم علائم حیاتی کای خانو تشخیص بدم. علائم حیاتیش از دست داده. برید جلو. دارن نزدیک بشن. یا باید بریم یا گیر میافتیم. من پیداش میکنم و برش میگردونم.
باشه مراقب باش، پوشش بده. بله قربان. یالانک خوبی پسر؟ خوبم. باشو بریم. کایخوان آوردمش. بجون طاقت بیار برادر. کایخوان بلند شو، بلند شو. بریم. برو سوار شو تا دیر نشده. اونا فقط منو میخوان. کنگولی برگردین. وایسا. گفتم شما برید. دست نگه دارید. برگرد اینجا. هر چه سریعتر دخترمو از اینجا ببرین. قرارمون رو یادته؟ بابا نرو. بابا سوار شی. هیچ کس شلیک نمی کنه. طاقت بیار، خون ریزی داره. کایخوان، کایخوان. بیدار شو رفیق، بیدار شو. زنده بمون. کایخوان. یاد پسر جیاهو بیافت. بهش قول دادی که قهرمان میشی. بهش قول دادی. بیدار شو. زود باش. کایخوان بیدار شو. صدا ما مگه نمیشنوه؟ کایخوان، کایخوان. پناه بگیرین. ها نه. صف بچسبین. نه. وای. سلام رفیق. بس داری بهم صدمه میزنی. تو زنده موندی. این زرن هوایی بازی ها بالاخره جواب داد. تو منو بوسیدی.
دیگه کلا کشیدم. مرد پسرم اینو بهم داد. اون پسر بهترینه. نگران نباش، پدرت چیزش نمیشه. اونا زنده میخوانش. میدونم کجا پیداش کنم. دستگاه رادیو. همونقدر که از مزخرف شنیدن خوشم نمیاد، از شکنجه‌ام بدم میاد. تا به پدرم خیانت کردی. نه. طلاها کجاست؟ دبی. میبرمت اونجا. به هم صدمه نزن. پدر عمر برای سلاح‌های کشتار جمعی بیان پرداخت کرده، ولی تا قبل انجام معامله کشته شد. بیش از 200 میلیون توی دبی پنهان کرده. سر انجام معامله باید بگیریمشون. بر اساس اطلاعاتتون از گرگای قطبی، اطلاعات تک تک مزدورای گرگای قطبی رو پیدا کردیم. 2 تاشون امروز وارد دبی شدن و تحت نظر گرفتیمشون. نمیتونیم تایید کنیم که تو دزدیدن کین یا معامله اسلحه دست داشتن. قربان، میتونیم اسلحه حمل کنیم؟ نه. شما فقط قراره توی روند تحقیقات کمک کنید آقای محترم. همه عملیات‌های میدانی توسط نیروهای پلیس خودمون انجام میشه. تو چینی بلدی؟ بله، بلدم. ولی زیاد حرف نمیزنم. همسرم چینیه. چینیه؟ باید زیبا باشه. کامله. این ماردره. قاچاق زن میکنه. از مدل‌ها و بازیگرای تازه کار خوشش میاد. آدم خشنیه. سال گذشته برای کتک زدن دوستش دستگیر شده. یه گونی کثافته. امروز بعد از ظهر استخ میبینمت. اگه بتونیم رد تماسا و کارتای اعتباریش رو بگیریم خیلی خوب میشه. مشکلی نیست، ولی خیلی حواس جمع و هوشیارن. سخت اطلاعات میدن. یه تله کوچیک چطوره؟ استادیه برا خودش. چرا به من زل زدیم؟ همیشه نمیگفتی منم یکی از پسرام؟ خیلی دوست دارم زودتر بزنم بهتره کنمش. تله رو فراموش کن. من نه. کای خواهم میگی چی کار کنیم؟ شانسی نداری مگه نه؟ 来，换个 pose， 很好，继续。来，拨弄拨弄头发，特别棒，特别美，来多一点，对对。 Not a bad conference room for the day. I'm with you on that. 很好，来转个身。对，大笑，特别美。哎，位置不错，保持啊，别动。 خیلی خوبه. نور عالیه. جنسا رو تا 2 روز دیگه میارن دبی. میتونی ضمانت کنی که بندر امنه؟ بله،
اجناسمون اصلا رنگ بنده رو نمیبینن. از دورم میشه کنترلش. پس اگه بخوای معامله رو تموم کنی 200 میلیون آب میخوره نقد. چیزی که پولشو بدی رو میگیری. زود برمیگردم. باشه. اینجا کارمون تمومه. 那边拍吧。亲爱的，我们换身衣服再拍哈。 چی شد؟ برای جوزف کار میکنه. از قاچاقچیای اصلی خاورمیانه. راهی برای هک کردن تلفناشون پیدا کنیم. چی شده؟ فکر کنم اون سیتوسیوی از شما عکس میگرفته. 亲爱的，没阳光了，咱们得抓点紧了啊。好的。 سلام، روز خوبیه. بریم ساحل، نور داره میره. 你们想的什么破美人计？我都穿成那样了，他都不理我。我就问你她漂不漂亮？漂亮，漂亮的我都不好意思看啊。继续走，她还在阳台上盯着呢。好。 اونا کیان؟ برن تو ساحل عکس میگیرن. On the beach. So فکر نمی‌کنم مشکلی داره. تو شانس منو سوزوندی. میتونستم امشب خوش شانس باشم. ببخشید. باید مراقب باشم. یه بار دیگه انجامش بدیم. خوبه؟ بذار لباس تکون بخوره. ببین قشنگ نیست؟ هنوز حواسشون به ماست. کره‌ای؟ من چینیم. Chinese. Beautiful pictures. Thanks. میشه ویچت تو داشته باشه؟ سلام، من مدیر برنامه‌شم، میتونم کمکتون کنم. توی یه شرکت لباس شنا تو خاورمیانه سرمایه گذاری کردم. موبایلتو بذار کنار فکر میکنم خیلی واسش مناسب باشه. میتونی ویچت منو داشته باشی. میتونی اسکن کنی. البته دارمت. در دسترسم. کت قشنگیه. ممنون. بیا خب. چطور شد؟ کافی گرفتم. جان سی استینس توسط هواپیمای USS امروز به بندر رشید میرسه. برای بازدید 4 روزه از دبی در امارات میاد. کاپیتان گرگ داس از هواپیما خبر داده. 200 میلیون دلار میخواد. باید نقد باشه. با طلا پرداخت میکنم. چشم در برابر چشم آقای داس. هوا پاکه. فقط مرغای دریایی. امنه. حواسمون به دوربینای مخفی است. هر حرکتی کنن میبینیم. براشون موقعیت معامله رو بفرست. همونجا پرداخت میکنیم. بابام اونجاست. صدا رو زیاد کن. تلفن مارده رو بنداز رو مانیتور. قربان، معامله تو محله مبادله ماشین انجام میشه. همین الان یه تیم بفرستین اونجا. بله قربان. حواست باشه. راه افتادم. قیمتش چقدره؟ 2,200,000 درهم. یه چیز تو مایه های 4 میلیونه. این مدل خاص توی چین 10 میلیونه. معامله خوبیه، میبرمش. دارن میان قربان.
پلیس ها برین تو موقعیت. تکون بخور. طلاها کجاست؟ رئیس اونا اینجا. بالاخره همو دیدیم. سر وقت اومدیم. از بیرون نمیخوام ببینم، حیفه. زیاد طول نمیکشه. هر ماشین طلایی بیش از 100 میلیون دلار ارزش داره. شیشه ها و لاستیکا کاملا ضد گلولن. میتونی 2 ماشین برداری. پول اضافه رو به عنوان ارادت هم بپذیر. ازشون خوشم میاد. ولی چجوری از دبی ببرمشون بیرون؟ نگران نباش، مشکلی نیست. این ماشین روکش داره. زیرش طلاست. هر رنگی میخوای بردار. پلاکم روش بذار. بعدم میتونی بری. منم هدیه‌مو آوردم. این برای توه. تا فاصله 20 کیلومتری هر چیزی رو منهدم میکنه. بهش میگم فلش ماب. عامل هواپیما لنگر انداخته که این آسیب پذیرش میکنه. سیستم اتوماتیکش خیلی سریعه. وقتی شلیک کنی دیگه خیلی دیر میشه که جواب بدن. برای همین دستگاهمون خیلی گرونه. چجوری راش بندازم؟ راحته. مثل دسته بازی میمونه. فعالش میکنی، رو هدف میگیریش، شلیک میکنی. اینجا. ارتش آمریکا مسئول بمبارانیه که مسیم و بقیه خانواده عمر رو کشت. فرمانده آمریکایی جان سی استیننس الان توی دبیه. کاپیتان گرگ داوس مسئول عملیات جستجو و خرابیه. غافلگیر کننده نیست اگه عمر دنبال انتقام باشه. فوراً به ارتش آمریکا اطلاع بدین. گفتی میذاری من برم؟ دروغ گفتم. همونطور که تو به پدرم دروغ گفتی. میدونم که بهش خیانت کردی و مطمئن میشم که حقتو میذارم کف دستت. لی ببرش اداره پلیس. همه واحدا آماده باشن. فریدا خطرناکه. همه راه از آفریقا تا خاورمیانه تا وقتی که کنارم بودی از همه چه بدون آسیب گذشتم. لطفاً با من بیا. من وظیفه‌مه ازت محافظت کنم. وظیفه نداری که از پدرم هم مراقبت کنی؟ نمیتونم از دستش بدم. مگه اینکه بیهوشم کنی. من باهات نمیام. این یه تمرین نظامی نیست. موقعیت رو شرح بدین. امکان حمله موشکی داریم. برید برگردید. سلاحاتون رو آماده کنید. این گروگانیه که باید نجات بدیم. حرکت کنین. بریم. گروگان تو مامر طلاییه. با من بیا.
شما دو تا لباسای خودتون رو دارین، من چی؟ خب تو هم کامیونو داری. بعداً میبینمت. وایسا خط گرد. حرکت نکن. دستاتو بذار پشت سرت. وضعیت قرمز، سلاحاتون آماده باشه. F-35 رو آماده کنین. جسم پرنده ناشناس شناخته شده. کد 232 تقریبا 16,000 یارد فاصله داره. این دیگه چیه؟ کنید. 2 1 تیم منه. من تعلیمش دادم. حرکت نکن. کاندور چند نفر رو تعلیم دادی؟ خیلی زیاده. آها. برید برید کنار تکون بخور، حرکت کن. حواست به خروجی باشه.
چی از دست دادیم؟ مراقب باش، مراقب باش. صف بشین. عقب بایستین، برین عقب. بلند شو، بلند شو. تکون نخو. برید عقب، برید عقب. گفتم برید عقب. بخوابید رو زمین. بخوابین. همین الان. لعنتی. پشتیبانی میخوایم. اونجا. برین. تو همینجا بمون. مراقب باش. بخواب رو زمین، بخواب رو زمین. برو، برو. برو یه جای امن. زود باش، زود باش. صبر کن. پلا اون طرفن. خوبه که بیا بیا. بمون همینجا. بیا. بخوابید، بخوابید. برو کنار، کنار، کنار. نکن نخور. برو کنار، برو کنار. تکون بخور. بخوابید. همین الان. تکون نخور. هیچ کس حرکت نکنه. مگه با شما نیستم؟ بندازش. هیچ کس. بیا اینجا. چرا به خودت شلیک میکنی دیوونه؟ بزنم پایین. دست بالا، تفنگو بنداز. عمر کجاست؟ اون پایین. فریدا. چجوری رفت اون پایین؟ من چه میدونم. دست بالا، تفنگو بنداز. صبر کن. اون یکی از ماست. بابت همکاریتون ممنونم. میشه سلام برم علیکم. میشه. همه چیز تموم شد. اطلاعات جدیدی از حمله روز گذشته در دبی. پلیس 15 مورد مصدومیت گزارش کرده بدون تلفات. 2 جنگنده FA-18 و 1 F-35 منهدم شدند. به این خاطر کنترل شد که پلیس دبی اطلاعات درست به ارتش آمریکا داد. همه مهاجمین توسط پلیس دبی دستگیر شدند. پلیس دبی 7 ماشین طلایی را شناسایی کرد. عصرتون بخیر. Good evening. Good evening, Mr. حالتون چطوره؟ بذارید همسرمو بهتون معرفی کنم. خانم حاتابی، از دیدنتون خوشحالم. همسرتون خیلی زیباست. همینطور بابا. از همسرم شنیدم که به لطف ونگارد و اطلاعات دقیقش خطر به حداقل رسید. امیدوارم تو کارتون موفق باشید. روشی که همسرتون پلیس دبی هدایت میکرد واقعا منو حیرت زده کرد. در واقع من از دیدن تیمت حیرت زده شدم. هممون برای خدمت آماده. ای بچه‌ها، کارتون خوب بود. سلام. ای چیزی براش نیاوردی؟ بله. شما از کجا میدونید قربان؟ هیچی از زیر دست من در نمیره. برا دیگه. اما برا دیگه.
داری. صبر کن. آفرین. مأموریت تموم شد. امیدوارم خوشت اومده باشه. خیلی دوستش دارم. ممنون. از ما تشکر نکن، از زنبورا تشکر کن. اونجا رو سال نو چینیا، جشن فانوس. بیاین با هم عکس بگیریم. زود باشید، زود باشید. آره. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مایموویز مراجعه کنید.拍拍身上的灰尘，振作疲惫的精神。远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。早就习惯一个人，少人关心少人问，就算无人为我付青春，至少我还保有一份真。拍拍身上的灰尘，振作疲惫的精神。
远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。莫笑我是多情种，莫以成败论英雄。人的遭遇本不同，但有豪情壮志在我胸。阻挡我奔前程，嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，茫茫未知的旅程，我要认真面对我的人生。身上的灰尘，我振作疲惫的精神。远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。莫笑我是多情种，莫以成败论英雄。人的遭遇本不同，但有豪情壮志在我胸。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，管他山高水也深，嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，也不能阻挡我奔前程。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，茫茫未知的旅程，我要认真面对我的人生。